سرانجام بعد از کلی حواشی و کش و قوس فراوان امباپه به رئال مادرید پیوست. این خبر بعد از فینال لیگ قهرمانان اروپا بود که علاقه‌مندان به فوتبال و به خصوص هواداران رئال مادرید رو شگفت زده کرد و انتظارها رو به پایان رسوند و سرانجام در روز سه‌شنبه 16 جولای یا 26 تیر ماه مراسم معارفه کیلیان امباپه برگزار شد. اما این مراسم برای طرفداران رئال یادآور اسطوره باشگاه و ستاره فوتبال جهان یعنی کریستیانو رونالدو بود. امباپه که بارها مصاحبه‌هاش اعلام کرده بود که از کودکی کریستیانو رونالدو الگوی اون بوده و به شدت به سبک بازی این بازیکن علاقه‌منده، مراسم معارفه خودش رو دقیقاً به شکل مراسم معارفه رونالدو تو سال 2009 وقتی که رونالدو از منچستر یونایتد به رئال مادرید اومد انجام داد. در ادامه بخشی از این مراسم رو با هم می‌بینیم. این مراسم ویژگی‌ها و نکات خیلی خاصی رو تو خودش جا داده بود که اولیش همین سبک و سیاق و شکل و شمایل مراسم به مراسم معارفه کریستیانو رونالدو تو سال 2009 بود. دومی شماره‌ای بود که امباپه با اون به هواداران معرفی شد، یعنی شماره 9. اگه یادتون باشه تو سال 2009 وقتی که رونالدو از منچستر یونایتد به رئال مادرید اومد، تو سالهای اول فوتبالش به دلیل حضور رائول نمیتونست شماره 7 رو بپوشه و مجبور شد که شماره 9 رو توی رئال مادرید به تن بکنه که این مورد برای امباپه هم اتفاق افتاد و امباپه به دلیل حضور وینیسیوس جونیور و درخشش این بازیکن نتونست که شماره 7 رو به تن بکنه و اجباراً حالا یا به درخواست خودش شماره 9 رو پوشیده. و نکته دیگه هم که قبلا بهش اشاره کردم، شروع مراسم دقیقاً با همون دیالوگ کریستیانو رونالدو توسط امباپه بود. حالا همه این ویژگی‌ها و نکته‌هایی که توی این مراسم وجود داشت رو اگه کنار هم جمع کنیم، فوتبال دوستان رو به این فکر فرو میبره که آیا رونالدو دیگه‌ای در راهه؟ هیچکس نمیدونه. پس باید صبر کنیم و ببینیم که عملکرد کیلیان امباپه تو بزرگترین باشگاه جهان، پر افتخارترین باشگاه جهان، قهرمان 14 دوره لیگ قهرمانان اروپا چطوری کار و آیا امباپه میتونه تبدیل به یک اسطوره مثل کریستیانو رونالدو بشه برای رئال مادرید یا خیر. رئالی که تو سالهای اخیر بازیکنان و ستاره‌های زیادی رو جذب کرده و بعد از جذب امباپه به دنبال سلطنت تو فوتبال اروپا میگرده. باید ببینیم که آیا اتفاق میفته یا نه. اگه به دنبال اطلاع از آخرین اخبار و حواشی فوتبال ایران و جهان هستید، کانال ما رو دنبال کنید.